سفدا کجاستی؟ خواهش برده چو باش. چی شده؟ چرا سفدا خو کده؟ نیک نمی گفت اینجا نمی باشه. گفتمش که خواهش برده چو باش. تو چی میکنی؟ تو چی کردی؟ چرا عکس گرفتی؟ تو پول را که به حسابم روان میکنی اومده بساز. من حالم میبرایم. علی دیگه هیچ وقتی حتی طرف سفدا سیلام نخواد کرد. آقا ایگار؟ خانم خیریه؟ چی شد؟ یعنی سفدا چطور قانع شد که در اینجا باشه؟ آی راستش سینان کم درد داشت. گفت خواهرم پیشم باشه. او منتظر مان تا سینان خو ببره. حتما خودشم خسته شده خوش برده. من یک بار رفته میبینمش. درست است آقا ایگار؟ درست است. شکر که هستی علی. باز میبینی. استاد علی شب بخیر. شب بخیر. آی بسیار میبخشین من این وقت شب مزاحمتان شدم اما موبایل من خراب شده. باید با مادرم زنگ بزنم. میشه یک بار ببینین که چی مشکل داره؟ البته بتین میبینمش. زنده باشین. روشن شد. هیچ خراب نشده بود. صحیح است، مهم نیست.
سلام. خوب شد که بخیر آزاد شدی. زنده باشین. آقا پیلوت واقعا خوب شد، بخیر آزاد شدی. خوب شد، بخیر گذشت. زنده باشی. با آمدنتون واقعا مرا متعجب ساختین. شما از اینکه من امروز آزاد میشم ودت تو برای اینا گفتی؟ بله ما گفتم پیلوت. ما وقت دوستتان دیروز در دیدم درباره صحتتان پرسان کردم. اینام زنده باشن به ما گفتن. ما اینجا آمدیم. زحمت کشیدین. زنده باشین. استغفر الله. زحمت چی؟ مرا زیاد خوش ساختین. ما زیاد خوش شدیم از اینکه شما آزاد شدیم. چطور که قضوت آزاد شدی؟ من خو نفهمیدم. یعنی که ما از زندان آزاد شدیم تو خوش نیستی همونطور است؟ هیچ تو امکان نداره جانم. چهار چشم منتظر بود که شما آزاد شوین به خاطر او قدر خوبی که در حق ما کردی. فقط کنجکاو شدم. خوب شد آزاد شدی؟ معلوم دار است وقتی او شخص شکایتش پس گرفت ما آزاد شدم دیگه. به هر صورت بسیار خوب شد. پس خوب شد بخیر آزاد شدین. با هم یک جای قهوه میخوریم اما تو نیست. بریم دویگو. نه یک کار بسیار عاجل داریم پیلوت. ها بله متاسفانه یک کار بسیار عاجل دارم. اگه قسمت شد یک روز دیگه. سعیس خوب شد که بخیر گذشت. از اینکه این کار کردی خوش شدی ها؟ بسیار کار خوب کردی دخترم. چرا مادر؟ باز ما چی کردیم؟ دیگه چی کنی دخترم؟ ازت پرسان میکنم دخترم اما تو هستی که همه قسم دانت چوب گرفتی هیچ چیز نمیگی. و آدم کار داشت میرال. وقت دل یک آدم از رفتن سیا کنی باز برات میگه که کار دارم. دیگه چی بگوی ها؟ اوف مادر اوف. معذرت میخوایم. نمیخوای طرفم سیل کنی؟ زیاد جگر خون استم باور کو علی. ای که شرکت اویگور خریده بود نمیفهمیدم. لطفاً این قسم نکن. تو وقتی قار میکنی کل دنیا سرم تاریک میشه. طرفم سیل کنی؟ سیفدا چی میشه مرا درک کن. دلیلش هرچی که از باشه از اینکه در طرف آدم باشی تحمل کردن نمیتونم سیفدا. درست است. دیگه نیده شرکت و آدم و نیده خانش پای من میمانم علی. دفعه دیگه اصلا حتی روی شام نخواد دیدم. وعده است.
در اینجا چی میکنی؟ صبح بخیر. خوب خواب رفتی نه؟ با کدام جرأت در اتاق ما داخل شدی ها؟ راستش به خاطر از اینکه چای صبح آماده است ما آمدم که تو را خبر بدم. من چطور تانستم در اینجا خواب کنم؟ سفتا، ما کل عمر زندگی ما در این خانه تیر کردیم، اما هیچ وقت به اندازه امشب خوش نشده بودم، چون که تو در اینجا خواب کرده بودی. کل چیز بسیار مقبول شده بود. سفتا، میشه که از اینجا برایی؟ معذرت میخوایم، چای صبح آماده است، بیا که بریم. من منتظرت هستم، بیا. اینه به تو آملت مزدار پخته کردیم. مزدار معلوم میشه ولی منو دعوت نمیکنین ملاسه؟ حالا اویگار یک دقیقه گوش کن. دیشبم کوشش کردم برات بفهمونم از اینکه در شرکتت کار میکنم و از اینکه اینجا خبرم برد اینا هیچ کدام دلیلی ندارن. در حسی که نسبت به تو دارم هیچ تغییراتی نامده. خیلی بلیاز خدا کاری نکن که مجبور شوم برات بگویم که ازت چقدر نفرت دارم. لطفاً. من به می خاطر کوشش میکنم سفدا، میفهمم هیچ نمیخوایم به عشقت گستاخی کنم، اما اجازه بده نفرته که نسبت به مداری از بین ببرمش. درست است؟ حالا بیا که نان سرد میشه. حالا خیریت است پیلوت؟ استاد که تو به خودت یک تاکسی بگی، به خانه برو. حالا ما امرایتان میرم. نه، این مسئله مربوط موعدت میشه، تو برو دخالت نکو. حالا ودت تو برو اونجا بشی، من موتروانی میکنم. آی پیلوت، برو بشی گپا کم کن. آی پیلوت، مرا دیوانه نساز. پدر ما را کی کشته بگنی؟ اصل ما کجاست؟ ای دیگه آخرین چای صبح ما در اینجاست. از شما بسیار زیاد تشکر آقای گر. خداوند ازتان راضی باشه. خواهش میکنم. حالا دیگه ما یک خانواده حساب میشیم. کاش که یک چند وقت دیگه میبودین. حتی بسیار زیاد ماندیم آقا. زیاد وقت است که مثل یک خانواده زندگی کردیم. همراهتان بسیار عادت کردیم. باور کنین آقا کوکسال. اویگار بیادر، به خاطر کارهایی که برام کردین تشکر. ای دیگه چی گپ است سینان؟ من از شما تشکری میکنم. همیشه براتون میگم که خانه کلان است. هر وقتی که خواستین بیاین اینجا باشین. آقا کوکسال زیاد خوش شانس هستین. سینان مثل الماس است، با تربیت، صادق. اینا نور چشمم هستن. امی که اولادایم خوش باشن دیگه چیز نمیخوایم. به هر پدر اولادش مثل جانش است.
خداوند هیچ کس از اولادش جدا نسازه. آمین آمین جان مادر. سفدا تو مال همراه ما میری اما تو نیست جانم. نه پیش توکچه میرم، پس آنم باز به شرکت میرم. باش من تو را میرسانم. ضرورت نیست. اینجا منطقه ملالی نیست. بیادر تو صبر مرا لبریز میسازی. آیا ما چرا اینجا آمدیم بگونه چی شده؟ صبر کو چرا بیوار هستی؟ اینجا چی گپ شده؟ نمیفهمم اما چند دقیقه بعد خود فهمیدیم. حالا شما دیگه کی هستین آقایان؟ از ما چی میخواین ها؟ سلیمان کمال، تو امروی ما نمیایی؟ تو کی هستی بزرگوار؟ تو نام مرا از کجا میفهمی؟ گپا دراز نکن، زیاد وقت نداریم. چی را دراز نکنه؟ از پیلو چی میخواین؟ وداد وداد تو کی هستی لعنتی؟ امروی وداد چی کردی ها؟ شما را از بین میبرم لعنتی ها. بخشش باشه دیگه پیلوت، امر از بالا جای است. هیچ عادت نمیشناسی، هیچ. لعنتی وداد چی شده بچم تو را؟ احمق شما کی هستین ها؟ چی میخواین از ما؟ چی میخواین؟ از ما چی میخواین؟ نه زود باش، وداد غم میشه بخو. نخیر طرف ما بیبی دست نزنی، فهمیدی؟ دست نزنی، تو را میگم دست نزنی پیرکی، تو را میگم گپا نمیفهمی برای تو میگم به غیرت نکو خرازش نگی. وداد احمق امرای وداد چی کردی؟ احمق تو را از بین میبرم، دانه دانه از بین میبرم اتان، فهمیدی؟ فقط ضعف کده گپایی را که دواری ارنیکو میزنم هیچ کدامش مربوط نمیشه. او آدم تو هستی ها؟ کسی که در پشت علی هروغلو استاد است تو هستی؟ انسان پست کسی که به ما او آدرس روان کده تو هستی؟ دست یکی که در نیکو را از بین برده نمو تو رسنه لعنتی. تو ما را نمیشناسی اما خدا برات معرفی میکنم.
ما قسمه که توقع داشتم به گفم نکدی. بله ما تو را از اونجا کشیدیم، آدرس هم روان کردیم، اما تو به او آدرس نه به انتقام گرفتن آمدی. این کار قسم نمیشه. کلتان از بین میبرم، قبر کلتان خودم میکنم، فهمیدی؟ اگه کمی هم عقل داشته باشین مرا امیال دم اینجا میکشین، فهمیدی؟ زور کم قال زیاد. دوباره یکان موضوع باید گپ بزنیم. همراه ما بیا. وداد رفت. تو بازم پشت مرا گرفته خدا داد، اما بس است دیگه. شاید این دفعه تو پشت مرا گرفته باشی جانم. تو متوجه هستی که چی میگی؟ مولا علی یک بار برم گفته بود که زمان مثل یک چتری بسیار بزرگ است. هر قدر که آدم بگرده بازم پس ده امو منطقه میایه. ما در زمان مسافرت میکنیم، یکی که پیش از کی پشت سر فهمیده نمیتونیم. مولا صاحب به من قسم گفته بود. تو چی میگی خدا داد؟ من هیچ نفهمیدم. در وقتش یک دختر بود که ما او را زیاد دوست داشتم، اما او مرا ایلا کرد. مچم نامش چی بود؟ تو خوبی خی مثل امو ریستی. تو را که دیدم باز نام از او یادم رفت. تو میفهمی نامش چی بود؟ من هیچ مثل او نیستم خدا داد. اوف، حالا باید غم تو لو دوانم ها؟ گفت باید غم تو لو دوانم. رفت. پیلوت بیادر
بسیار تشکر. خواهش میکنم. سیفدا؟ علی حتی طرفم سیلام نمیکنه. قسمکتم رویه میکنه فقط دشمنش باشم. ما بدون علی حتی زنده بودنم میتونم توکته. چت یاد نگو سیفدا. ایگا پادگا چی مانا؟ چرا زنده بودن نمیتونی؟ درست است، زیر تاثیر آدم رفته بودی، اما دیر شد. دیر نشده. هر روز بیشتر از دیروز میشه. بیشتر میشه. فکر میکنیم ما هیچ وقت عاشق نشدیم، هیچ درد نکشیدیم. کشیدیم، اما ای قسم مثل تو در اولین جنگ شکست نخوردیم. ببین سیفدا، آقا ایگار واقعا تو را زیاد دوست داره. درباره او بیشرف کتم گپ نزن. سیفدا، کسی را که بیشرف میگی تو را زیاد دوست داره. اگه همیشه چهره بدش دیدی به خاطر ای است که تو برش روی ندادی. او آدم عاشق تو است. اگه این قسم یک آدم باشه و مرا اقدر دوست داشته باشه، باز با اقدر دارایی ببین، اگه میخوایی علی را فراموش کنی، باز با قایگار یک چانس بده. دیگه چاره نداری. من میرم که علی گپ میزنم. آی صبر کو سیفدا، کجا میری؟ بلی چی خود گفتی؟ کدام چیزی برام میگفتی؟ نه تو؟ نه چی گفتم میتونم برد؟ فقط آمدم چند دقیقه قدم بزنم. مام خوب است. خوب است. در سلاله که مقابل شدیم باش بگویم. امروز تو چرا او قسم طرفم سیل کردم میرفتی؟ چه قسم سیل میکردم؟ شما را چی شده خانم سیفدا؟ واقعا شما را شناخته نتونستم. حالا دیگه در خانه آقای گارم میباشین. اگه ای پلان نداشتین چرا از اوی قدر فرار میکردین؟ حقا ناخلگی را مصروف ساختین. معذرت میخوایم مولا علی.
بار دیگه شما را مصروف نمیسازم. چی موصله حرکی و چه قسم خالی کرد. بیادر ما کی اختطاف کرد. اکرم چی جریان داره همراه ما کی بازی میکنه ها؟ نمیفهم، اما هر کسی که از بسیار قوی است بدهد. تو چی میگی؟ ما در وقتش همراه بیادرم با جای دریا جوی خونجور کرده بودیم. قوی بودنشان با ما چی فرق میکنه؟ فقط یک بار بفهمم که او را کی اختطاف کرده. گوش کو چی میگم. او روز بعد از اینکه ما از موتر پایین کردیم شما کدام جایی رفتین؟ البته بچه با منطقه مولا. بیا اکرم بیا. ای بار به شما یک کاغذ پران بسیار کلان جور میکنم. زیاد بلند خاط رفته. براستی صبر. خدا داد متوجه باش از پشت متوجه باش کجا میری؟ اوف بیادر 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 ایسو بیادر ای از پیش تو افتاد. در موتر لاری تا اینجا آمدم. اگه نمی آمدم بکسکتا پیدا کرده نمیتونستم. ملالی یک بار گفته بود که چی گفته بود یادم رفت. حالا تو که قسم سیل کردی بازو یادم رفت. از تو باشه. براستی؟ البته برای توفه باشه. خدا کمت نکنه. بچگک. خیریه کل چیز آماده است؟ آماده است. فکر کو که جمع استیم. سینان بیایم ابراهیم. خوب است. آی کوکسال آقای گاره زیاد به زحمت ساختیم. حال ما را تا خانم میبره. چی کنم خیریه؟ ما گفتم که خود ما میریم اما او آدم شله گرفته که ما میرسانمتان. به خاطر سیفدا کاکای آقای گارم سرش قار شد. کوکسال ما نباید اینجا میامدیم. خب خیلی چی میکردم؟ در جنجال بودیم دیگه چاره نداشتیم. بیازو کلا چیز به خاطر علی شده. کوکسال بس است دیگه. علی نگو، بس است دیگه. کوشش میکنم که فراموشش کنم. بلی از خدا چی میشه؟ او کارو وحشتناک دیگه به یاد من نیار. چی میشه کوکسال؟ سیفدا اجازه نمیده که فراموش کنم. هر روز به یادم میاره. حق به جانب نیست. ها کوکسال، حق به جانب نیست. بس از خیریه، بس از قربانشم. سرم زیاد فشار نبیار. خسته شدیم از این زندگی. با خدا خسته شدیم. تو قار خدا شوی.
بریم. تو هنوز نه. تو حال میری و خانه اونا را در میدی، فهمیدی؟ نفهمیدم. و تو کدام چیزی نیست که تو نفهمی. میری و خانه کوکسالا در میدی، با حالت میرسونیش که قابل شیشتر نباشه. چرا قسم یک کار کنم؟ به خاطر که دیشه و سفداد اینجا ماند. در خانه ما برای اولین بار وقتی که خواه طرفش میدیدم، بعد نام صبح هم چای خوردیم، فقط به می خاطر. حالا دیگه عجله کن. آیگار کم زیاده روی نمی کنی؟ سارب، حالا دیگه. درست است. دکتر من دیگه خانه میرم. شاور میگیرم کالمه تبدیل میکنم با شرکت میرم. کجا میری؟ باید برای میگفتی که همراه علی چی گفتی؟ قهوه آماده میکنم. حالا دیگه نی، باز بعدن. سفدا خواهر، سفدا خواهر، ببین مولا علی. بله میبینم. خدا داد. چرا نشان میدی؟ چرا گپ نمیزنیم؟ مولا صاحب زیاد جگرخون میشه. نه جگرخون نمیشه. جگرخون نمیشی مولا صاحب؟ نه خدا داد. چرا باید جگرخون شوم؟ دیدی خدا داد. چرا باید جگرخون شوه؟ تو به خاطر چی آمدی خدا داد؟ یک نفر به ما بکسک پول توفه داد. کی؟ نمیفهمم، نمیشناسمش. بتی خدا داد. ما هم به شما توفه میتم. مولا صاحب، از بین شیبر آمد. بیادر چرا اینجا آمدی؟ ما اینجا را خوش ندارم. بیا که خانه خودمو بریم. بعد از دیگه هم اینجا خانه ما سلیمان. یعنی مادر و پدرمون اینجا میاین؟ بله، اما حالا نه. راست میگی بیادر جان؟ اونا حتما میاین؟ حتما میاین سلیمان، اما باید زود بیاین. ای بیادرم از خدا داد. خدایا، خیزمی خاطری را به من توفه داد. آی خدایا، تو چقدر مهربان هستی. ایره کی به تو داد؟ ده کجا؟ برام بگو خدا داد. ما در اون منطقه پایین میرفتم که دیدم بکسک یک نفر افتاد. فقط که بکسکش دوست نداشته باشه. بعدن هم بکسک دمه داد. حالا بریم خدا داد.
به جایی که بکسکه گرفتیم میریم. اگه بازم ببینی و آدم مشناسی؟ مشناسم ملا صاحب، در منطقه پایین بود. قسمت بعدی. دیگر تو نخون نکنم. گفتم خواهرمون جا. خواهر ولی از خونه کس نجات بتا. چیزایی که در داخلش بود چی شد؟ در داخلش چیز نبود بیادر. چیز نبوده. نه